سلام و درود. تو این قسمت از نکات معامله‌گری میخوایم درباره گام‌های حرکتی صحبت کنیم. خیلی حالا مشکل دارن، میگن آقا گام حرکتی رو چطوری تشخیص بدیم بفهمیم تا کجا حالا میخواد قیمت رشد کنه. ببینید بحث گام حرکتی یه مفهوم شهودی است. حالا شما بر حسب اینکه اندازه چارت چقدر تغییر پیدا کرده میای میگی که آقا اینقدر گام حرکتی داشته، اینقدر نوسان کرده، یه لگش به این فاصله بوده. ما حالا باز تاکید میکنم اینا رو تو دوره مفصل دربارش صحبت کردیم. اینجا میخوایم باز چند تا نکته بهشون اضافه کنیم. اگر دوره رو ندیده باشی شاید این مطالب براتون مفید نباشه. پیشنهاد میکنم یه بار حتما دوره رو ببین. بریم درباره اینکه حالا گام حرکتی دقیقاً به چه شکلیه. خب حالا مفهوم گام حرکتی چی؟ حالا اینو تو دوره مفصل دربارش صحبت کردیم. ما میگیم یه همچین چیزی رو چارت میبینی یه روند صعودیه. به این میگیم گام حرکتی. به این میگیم گام حرکتی. یعنی قیمت تو حالت روندار خودش از یک سطحی به یه سطحی رسیده، بعدش اصلاح کرده، دوباره رفته به یه سطحی. اینا هر کدوم یه گام حرکتیه. شما به عنوان تریدر دوست داری تو این گام‌های حرکتی معامله انجام بدی. مثلا اینجا بای بگیری، اینجا ازش خارج شی، اینجا سل بگیری، اینجا ازش خارج شی. یعنی مدل کاریت اینه که با گام‌های حرکتی داری کار میکنی. یا تو حالت رنجش یا میگی که آقا قیمت تو حالت رنج اینجوری داره حرکت میکنه، این یه گام حرکتیه، میاد پایین، بعد برمیگرده یه گام حرکتیه دیگه. به اینا ما میگیم گام‌های حرکتی. یه مفهوم خیلی ساده داره و یه چیز کاملا شهودیه. یعنی چی؟ یعنی تو به اندازه‌ای که داری رو چارت میبینی بهش میگی آقا این اندازه حرکت کرده، شد یه گام حرکتی، بعد شروع کرد یه حالت دیگه توی سوینگی ایجاد کرد، شد یه گام حرکتی دیگه. حالا چه گام حرکتی بهش بگی، چه لگ بگی، چه بگی یه نوسانه، چه بگی یه حرکت، یه روند، هر چی. بعد اینم در نظر بگیری که گام‌های حرکتی چون شهودی هستن حالا تعریف‌های مختلفی هم دارن. مثلا چی؟ یه همچین حرکتی رو میبینی شما میگی کل این که حالت صعودی بود برای من یه گام حرکتیه، در حالی که داخلش ممکنه اینجوری گام‌های مختلفی هم تشکیل شده باشه. یا مثلا یه حالت رنجی از بازار میبینی، قیمت میاد وارد این حالت میشه، میگی آقا این یه گام حرکتیه برای من. خود این حالت فشردگی قیمت یه گام حرکتیه برای من و اینم یه گام حرکتی دیگه که در ادامش رخ داده. ما به عنوان تریدر داریم از این گام‌های حرکتی در واقع استفاده میکنیم که وارد معامله بشیم، بفهمیم که آقا از اینجا وارد شدیم، به اتمام گام حرکتی هم میخوام ازش خارج بشیم. یه مفهوم خیلی ساده پرایس اکشنیه. ببینید گام‌های حرکتی با ساختار بازاره که معنی پیدا میکنه. یعنی چی؟ شما تو ساختار بازار یه همچین چیزی رو میبینید، میگید این روند صعودیه یه گامه، این اصلاحیش دوباره یه گامه، اینجا گام صعودی بود، اینجا گام اصلاحی بود، بعد دوباره گام صعودی، دوباره گام اصلاحی، دوباره صعودی. یا تو حالت رنج هم همچنین. پس میبینید که این ساختارها هستن که اون گام‌های حرکتی رو تشکیل میدن. یعنی شما وقتی میخوای یه گام حرکتی رو محاسبه کنی در نظر بگیری که از لحاظ ساختاری باید درست باشه. مثلا قیمت تا اینجا رفته اصلاح کرده، دوباره رفته اینجا، پس این یه گام حرکتیه، این یه گام حرکتیه. گام‌ها رو باید اینطوری محاسبه کنی. حالا نحوه استفادهش چیه؟ شما به عنوان تریدر، حالا دی تریدری یا اسکالپری یا هر چی، میای میگی که آقا قیمت یه همچین نوسانی رو داشته، من اومدم دیدم مثلا اینجا یه گره معاملاتیه، اینجا میخوام وارد یه معامله‌ای بشم، از لحاظ گام حرکتی قیمت این همه رفته بالا، خب احتمال داره بعد این اصلاح دوباره به این اندازه بره بالا. من اینجا وارد یه پوزیشن بای میشم تا اینجا هم پوزیشن رو میبندم. چون از لحاظ گام حرکتی میدونم روند صعودیه، پس میام در نظر میگیرم که الان قیمت باید این های رو رد کنه، پس وارد یه پوزیشنی میشم که ریواردش تا اینجا باشه. میبینید اکثرا هم تو ریواردها خیلی به دردمون میخوره. خب تو میتونی تو گام حرکتی به صورت اسکالپ حالا بخوای کار کنی وسطش وارد شی، بگی آقا من این گام رو دیدم، بعد یه اصلاحی ازش دیدم، قیمت اومده تا اینجاها بالا، مثلا من میتونم تا سقف این ناحیه اینجا رو بگیرم. خب درسته؟ یعنی حتی از لحاظ گام حرکتی میام وسط گام وارد میشم تا این گام میدونم تموم میشه تا این ناحیه، تا اینجاشو بگیرم. یا مثلا تو اصلاحش میگم آقا اینجا یه اصلاح قیمتی شکل گرفته، قیمت داره میاد پایین تر، اینجا هم اومده یه خط گردنی بوده یا هرچی، اینجا رو رد کرده. از لحاظ گام حرکتی متوجه هستم قیمت اومده این خط گردن رو رد کرده، به اندازه
یک گام حرکتی که این اندازه هست میخواد بیاد پایین تر. قبل اینکه به این ناحیه برسه گام حرکتیش اصولا تموم میشه. چی بود مفهوم گام حرکتی؟ این بود که میگفتیم آقا قیمت اگر یه همین قدر صعود کرده دوباره یه همین قدر هم باید صعود کنه. اگر یه همین اندازه اصلاح کرده دوباره به همین اندازه هم باید اصلاح کنه. یعنی مکمل بودن، یعنی همدیگه رو داشتن کامل میکنن. میگفتیم آقا اینقدر به این اندازه، مثلا میگم یه 1000 پی پی صعود کرده قیمت، یه 500 پی پی اصلاح داده. خب الان وقتی میخوام گام حرکتیشو در نظر بگیرم، حالا ورودش مهم نیست، من میخوام حالا اسکل کنم، یه بار اینجا میخوام وارد شم، یه بار اینجا میخوام وارد شم، یا اصلا همینجا وارد شدم کجا میخوام خارج بشم. میام نسبت به اون میگم احتمال داریم دوباره 1000 پیپ بره بالاتر، یعنی این های رو رد کنه. چون روند سودیه، ببینید تو با ساختار بازارها چون روند سودیه ممکنه این اتفاق بیفته، پس به اون اندازش دارم ازش استفاده میکنم. این گام های حرکتی پس تو گذاشتن تارگت هامون، تو اینکه حالا تو کدوم ناحیه این ساختار وارد بشیم، خیلی بهمون کمک میکنن. خب الان من میخوام 3 تا نکته بهشون اضافه کنم که اون اشتباهات حالت شهودیشو کمتر کنیم. اولا اینکه ببینید شما یه همچین چیزی رو مثلا تو بازار میبینی، اگر شما بخوای اینجا مثلا گام حرکتی در نظر بگیری، نباید بگی که من اینجا رو گام حرکتی حساب کردم و اینجا رو دوباره گام حرکتی اصلاحش. خب اینجا حذف شد، چی شد؟ پس اگه میخوای یه جا رو به عنوان گام حرکتی بگیری، باید کلشو بگیری. مثلا اگه کل این ناحیه رو به عنوان گام حرکتی در نظر بگیری که داخلش ریزموج‌های اینجوری هم وجود داره، تو اصلاحش هم باید از همین جا شروع کنی. پس اینم میشه اصلاحش. نیای بگی که مثلا یه همچین چیزی دیدی، بگی نصف اینجا رو من گام حرکتی میگیرم، اصلاحش هم نسبت به این عمل میکنم. کامل بگیر، نباید نقض کننده اون ساختار بازار باشه. نه یا بگو که اینجا یه حرکت یه نوسانی بود، من اونو نمیخوام گام حرکتی در نظر بگیرم. گام ها چسبیده است، یعنی تو ساختار بازار کامل تعریف شده هستن. دوم، ببینید این گام های حرکتی بعضن حالا میگیم که این به این اندازه از لحاظ زمانی این اتفاق افتاده، درست به همین اندازه هم از لحاظ زمانی. مثلا میگم و کاملا مثاله 10 تا پیپ رشد کرده، اصلاحش هم 10 تا پیپ بوده. حالا این 10 تا پیپ ممکنه به شکل اینجوری مثلا مستطیل بیاد یا مثلث بیاد، اینجا اومد بالاتره. این اندازه یعنی اون تایمی که طول کشیده یه گام تشکیل بشه، ممکنه دوباره همون تایم هم تو اصلاحش ظاهر بشه. پس این حالت استراحت قیمت رو هم باید یه گام حرکتی در نظر گرفت. بعد این دوباره میاد قیمت بالاتر، تو میگی به همین تایم، یعنی ببینید از لحاظ زمان بندی مثلا این 4 ساعت طول کشیده، این 4 ساعت طول کشیده، اینم باید 4 ساعت در نظر بگیری. اون وقت میفهمی تارگتت مثلا 1-2 ساعت طول میکشه تا بهش برسه. پس یعنی تو اصلاح قیمت و استراحت قیمت رو که وسطش رخ داده یه روند سودی، یه استراحت قیمت، این روند سودی یه مدت خاصی طول کشیده، این استراحت رخ داده، دوباره قیمت اومده بالاتر. پس میبینی از لحاظ زمانی هم باید در نظر بگیری که این گام حرکتی و این گام حرکتی وسطش اصلاح بوده، این اصلاح خودش گام حرکتی بوده، یه گام حرکتی، یه اصلاح قیمت. این نکته دوم بود. و نکته سوم، آقا شما یه گام حرکتی میبینی اینجوری، بعد اینجوری میشن. خب میگه که این گام حرکتی بود، این بلندتره، اینم اصلاحش بود. خب الان وقتی میخوای به عنوان یه گام حرکتی اینجا تارگت بذاری برای خودت، این اخیره رو، یعنی اتفاقی که اخیراً افتاده، یعنی از لحاظ ATR ها، یعنی از لحاظ میانگین حرکتی، اون گامی که همین تازگی اتفاق افتاده، یه گام قبلی رو تو حساب کن به عنوان گام حرکتی اینجا. نه یا بگو که مثلا اینجا یواش حرکت کرده، اینجا تند حرکت کرده. مهم اینه که اینی که اینجا تند حرکت کرده نزدیکتر به قیمت، ممکنه این گام حرکتی که الان میخواد رخ بده هم تندتر باشه، نه یواشتر مثل قبلیاش. میبینی مثلا تو بازار میبینی تو تایم خاصی یه کندل های بزرگ میبینی، یه گام های بزرگی تشکیل شده. بعد میخوای وقتی وارد یه پوزیشنی بشی در نظر بگی که الان هم ممکنه همین گام حرکتی تندتر باشه، قویتر باشه، مومنتوم دار باشه. میبینی به هم پس مربوطه. نه یا بگو که آقا من
من همیشه گام های حرکتی رو حساب کردم، مثلا همیشه بود 300 پیپ، الان تازگی شده 500 پیپ. چون همیشه بود 300 پیپ به معنی اینه که الان اون چرخه بازار تغییر کرده، گام هاش بلندتر شده، الان ممکنه 500 پیپ حرکت کنه. منظور من اینه دقیقاً. خب چند تا مثال آماده کردم برای گام های حرکتی. ببینید اولا این تایم فریم 1 ساعت هست. تو این تایم فریم مثلا ببینید شما اینجا یه حرکتی و یه نوسانی رو میبینید، این یه گام حرکتیه. قیمت از اینجا کشیده شده کاملا مشخص تا اینجا، بعد به همون اندازه هم میبینی اصلاح انجام داده، بعد دوباره به همون اندازه هم اومده پایینتر. حالا حالت رنج بازار رو در نظر بگیر، از لحاظ تایم بندی هم نزدیک به هم اتفاق افتادن ها. ببین مثلا این تا اینجا اومده پایین، بعد دوباره تکرار کرده خودشو همونقدر رفته بالا، دوباره تکرار کرده سریعتر یه ذره بیشتر اومده پایین. یعنی در واقع قیمت خودشو داره با گام‌های حرکتی جلو میبره، همون گام‌هاست که داریم حرکت میکنیم. داره مثلا تاتی میره یه جایی یواش یواش، یه جایی داره میدوه، با این نوسانات داره خودشو به یه سمتی میکشه. مثلا اینجا وقتی بخوای اینجا رو به عنوان یه گام حرکتی در نظر بگیری، نباید بگی که من اینجا رو مثلا گام حرکتی میگیرم. گام حرکتی از سوینگ تا سوینگه، میخوایم اون مشکلات شهودیشو برطرف کنیم. تو باید ببینی که از این سوینگ کامل اومده تا این سوینگ، بعد این سوینگ کامل چرخیده رفته اینجا، پس تو اینو به عنوان گام حرکتی در نظر بگیر، این وسطشو نه. اگه میخوای حالا به عنوان گام حرکتی یه گام نزولی در نظر بگیری، پس اینم در نظر بگیریم که تو ساختار بازار درست تعریف بشه، نقض نشه، الان درست شه. یا مثلا اینجا حالت رنج بازار رو میبینی شما، یه گام حرکتی اومده پایینتر، از اینجا اومده بالاتر. ببینید این نواحی گام حرکتی اینا هستن دیگه. نیا بگو که مثلا اینجا یه گام حرکتی دیدم اون اندازه‌شو محاسبه کنی برای خودت، مثلا این گام حرکتیه، در حالی که گام حرکتی اینه. این حالا تایم فریم 1 ساعته است. بعد یا مثلا ببین اینجا اومده قیمت یه همچین نوسانی رو داشته، تو از لحاظ گام حرکتی میگی آقا من یه همچین نوسانی رو داشتم، بعد این نوسان خودشو اکامولیت کرده، من اینجوری میکشم کامل مشخص بشه. بعد میگه که الان من سعودی میخوام یه پوزیشن بای اینجا بگیرم، تازه این رو تلاس مثلا اول تایم های هم هست، نمیدونی تا کجاها ممکنه بره قیمت، ولی میدونی که اگه یه همچین نوسانی داشته احتمالاً بعد این کاملیت دوباره به همین اندازه بیاد بالاتر، میتونی راحت وارد یه پوزیشن بشی توش. ببینی این اندازه اینطوری تند رفته بالا، چون اینم یه گام حرکتیه. یا مثلا ببین بریم تو تایم فریم 15 دقیقه، تایم فریم های پایین‌تر، چون میگیم ما مالتی تایم فریم کار میکنیم. ببین یه همچین نوسان نزولی داشتی، بذار اینا رو بکشم، اینو میگی یه گام حرکتیه. بعد میگی آقا یا اینو میگی اصلاحش، یا میگی این اصلاحشه به این حالت، چون قیمت نوسانی بعدش نداشته که. بعد وقتی اینجا میخوای قیمت وارد یه پوزیشنی بشی، مثلا میگی آقا من اینجا سل گرفتم، اینم استاپ لاسش، این یه گام حرکتی، تا کجا تارگتشو من بذارم درسته، اینجا رو مثلا شکسته، یا مثلا اینجا که شکسته وارد یه پوزیشن شدی، ببین اون وقت بیا یه گام عقب‌تر، ببین چقدر نزول داشته، همینو اینجا در نظر بگیر، به همین اندازه ببین، میبینی همین اندازه نزول کرده. این تایم فریم حالا 15 دقیقه است. یا مثلا میای میگی که اینجا یه نزول دیگه داشته، اصلاح کرده، کامل کرده، خب اینجا همین نزول کوچیکو در نظر بگیری، میخوای بگی که اون اتفاقاتی که اخیراً افتاده، تو دیگه میای این نزول رو به عنوان حالا تو لایو بازار در نظر میگم، مثلا اینجا میخوای وارد یه پوزیشن سلی بشی، دیگه نمیای بگی که به این اندازه میخواد نزول انجام بگیره، میگی که این اندازه میخواد نزول انجام بگیره، من این پوزیشن رو اینجا میخوام بگیرم، میام اینجا رو کوچیک‌تر که راحت مطمئن باشم به تارگتم برسه. گام حرکتی الان کوچیک‌تر شده. این گام‌های حرکتی تو تارگت گذاریمون خیلی بهمون کمک میکنه. اصلا بریم رو تایم فریم 5 دقیقه، اونجایی که مثلا میخوای یه پوزیشنی رو بگیری، مثلا همین اخیر، همین دیروزه، این یعنی اتفاقاتیه که همین دیروز افتاده. ببین شما یه همچین چیزی رو چارت میبینی، از لحاظ گام حرکتی میگی آقا این که یه گام حرکتی بود تو تایم فریم پایین‌تره، بعد اینجا هم یه گام حرکتی بود، خب اینم یه گام حرکتیه، الان دوباره یه گام حرکتیه به شکل اصلاحی قیمت، من میخوام یه پوزیشن بگیرم، به چند اندازه تارگت بذارم؟ به این اندازه. میبینی به این اندازه باید تارگت بذاری، قیمت میاد راحت میرسه به تارگتت. متوجه هستی؟ یا مثلا بیا اصلا یه نکته خاص داره ها، ببین از لحاظ سشن ها،
تو در نظر بگیر ببین ساعت 17 و خورده اینجا شروع سشن نیویورک، یه گام حرکتی به این اندازه من دارم رو چارت میبینم. خب یه گام حرکتی خاصه که مثلا واسه سشن شروع سشن نیویورک امروز رو همون ساعت‌های خاص، یعنی ساعت 17 و خورده رو همون ساعتی که اوورلپ سشن لندن و نیویورک داره اتفاق میفته میخوام وارد یه پوزیشن بشم. اون وقت اگه بخوام گام حرکتی رو در نظر بگیرم میام اینجا مثلا قیمت اومده یه اصلاحی داده، همین الان یه اکامولیتی انجام شده اومده اینجاها تثبیت شده نقدینگی گرفته، من بخوام وارد یه پوزیشن بشم میدونم از لحاظ گام حرکتی ممکنه به این اندازه قیمت رشد پیدا کنه. اینجاها مثلا یه پوزیشنی بهم بده من به این اندازه تارگت میذارم براش اگه امروز بخوام یه پوزیشنی رو بگیرم. چرا؟ از لحاظ سشنی تو این سشن میبینم که گام حرکتی تندتره، تو سشن لندن کندتر بود، یعنی اون سشن آسیایی این اتفاقات افتاده، تو لندن اومده بالاتر، من اینجا ازش استفاده کردم. الان وقتی میخوام اینجا استفاده کنم دوباره ازش میفهمم که همون سشن همون مقدار نقدینگی تو بازاره، میام تارگت رو نسبت به اون در نظر میگیرم. پس میبینید این بحث گام های حرکتی یه چیز شهودی است ولی خیلی کمک میکنه که بفهمیم ما کجاها تارگت بذاریم. پس اول این گام های حرکتی همون لگ هامون رو بر اساس ساختار بازار بچینیم که از لحاظ پرایس اکشنی هم قابل استفاده باشن. دوما از لحاظ زمانبندی هم بهشون وزن بدیم، ممکنه از لحاظ زمانی هم نزدیک به هم اتفاق بیفته. و سوم اینکه حالا توشون اون لگ های اخیر رو در نظر بگیریم، بگیم که آقا این گام حرکتی مثلا تو سشن آسیایی اتفاق افتاده این اندازه است، حالا دیروز هم تو سشن آسیایی به همین اندازه بود، پس امکان داره دوباره تکرار بشه. و یا تو سشن نیویورک لگ بزرگتری داشتیم، امکان داره دوباره هم لگ بزرگتری هم داشته باشیم. یعنی اون اتفاقات اخیر که داره تو قیمت میفته مهمتر از اینه که حالا مثلا بیای بگی تو هفته پیش به این اندازه داشت نوسان میکرد. پس وقتی میخواین گام حرکتی رو در نظر بگیرید اون اتفاقات اخیر رو بهشون وزن بیشتری بدید. امیدوارم که این قسمت هم براتون مفید باشه. بریم تا نکاتی دیگه.